خب سلام، من با دختر خالم اومدم خبرستینا. معلومه؟ هست؟ آره هست. خب آره و امروز قراره بریم همدان گردی. یه سلام بکن. حالتی؟ جانم حاله مرسی. چیز مام بزرگ دختر خالم. بنیتا خب الان ما اینجا رو دیدیم تا بریم یه جای دیگه هم ببینیم که نمیدونم کجاست. خب ما الان سوار کالسکه شدیم برگرد خانواده همدان گردی. خب الان اومدیم یه جایی رو ببینیم که نمیدونیم کجاست ولی خب بسته زایه شدیم بسته پیدا کردم. نه دیگه اینو تازه کندم پیدا کردم. آره ببین چقدر جالبه. 3000 سال پیشه. آره ببین اصلا اینجا رو کنده بودن پیاده راهش رو درست کنن. خب اگه بازم بود تو دم اون شیشه میرفتی، یعنی مثلا چیز نبودش. اسکلت بریم دور بزنیم اینجا رو. یعنی یه شهر بوده. آره دیگه اصلا اینجا مثلا خوردن به گورستانش. چه تنهایی که پیدا نکرده. اومدن اینجا رو بسازن، دیدن این وسایل دیگه دست بهش نزدن، اینجوری دورش رو درست کردن و حالا ببین چقدر مثل این مثلا این چی بوده؟ قبره. این کوزه است، اینم قبراشونه دیگه. نه دیگه مکان‌های تاریخی که بیاد رو مردم ببینن دیگه. این باستانشناسی اینقدر یک چیز اصلا عجیبیه و بازم نصف خانواده. بنیتا تمدن رو می‌خوایم رد کنیم بریم کجا؟ شما رفتیم کلاه جدید خریدیم. صحیح میخوایم بریم جین کوکده ببینیم کجاست. تو مگه این ور ندیدی؟ تو این ور ببینیم. خب ببینیم جین کوکده کجاست. جین کوکده چی؟ همدانم ببینیم. بچه‌ها جیم جی کی خدایا دقیقا تو چی دیدی؟ کجا دیدی؟ دیدم تو من اینو گفتی. تو چی نو گفتی؟ نه بابا تو گفتی. تو گفتی جین جی کی کده. خودت هم دیدی یا؟ من ندیدم، من چیزی ندیدم. صورتی نوشته صورتی کل اینجا رو بگردیم یه جین جی کی کده بگیریم. چی؟ زایه شدیم نبود. نداریم چیز دیگه. ما الان اومدیم کتیبه ها رو ببینیم. البته عصره ولی خب اومدیم گنجنامه کتیبه ببینیم. از خانواده اون جلو هم هستن. خب حرف چیزی نداری؟ ما زخم خورده ایم از اینکه جین جی کی کده پیدا نکردیم. زخم خورده ایم. چه خیلی بگیر اون بردار میسن. چی کدوم بر؟ این نه اون ور فکر نکنم بشه.
اومدیم کتیبه دیدیم خط میخی معلومه ترجمهش هم بعد این ویدیو عکسش وسط میذارم ببینی کجایی بریم ببینیم دیگه چی میخواین ببینیم الان نه تو رو خدا نه تو رو خدا نه تو رو خدا تو این هوای سرد خیال بستنی الان هوا سرد جدی بعد دهکده گنجنامه که نمیدونم چیه ولی خب آقا بنتا یه پسری اونجا بود به اون خط میخی بود انقدر نفهمه میگفت چینی خط میخیشو چینی درک نکردم خط میخیشو چینی معلوم نیست اصلا کجا رفتی اصلا فازشو نگرفتم به خط میگفت چینی بیشور دنیا زیباست و الان نشونتون میدم الان بچه اون بالاست اون بالا اون لباس عرض میکردم همونطور که دیدینش بعضی درک چیزا رو به آبشاره الان معلوم نیست معلوم نیست چرا یه چیز معلوم نیست ایز سفید رفتم بیا خب ببینیم دیگه کجا رو قرار ببینیم کجا قرار ببینیم یک روز همدان گردیدن آثار تاریخی یک روز تاریخ گردیدن همدان و ملاقات با یه آدم تاریخ که تاریخو نمیدونه نادان واقعا و مجسمه ابن سینا خریدیم رفتیم اونجا بهتون نشون میدم البته رفتیم خونه عکسشو میذارم یعنی داریم میریم دهکده گنجنامه راه بعضه خانواده نفر نیفتاد الانی آره خالی در اینجا بریم بالا آهسته میریم بالا نزدیکه سلام کنیم کمه فیلمه اونو بگیریم که خب نمیدی فرفره بچه رو هیچ دارم عکس میگیرم فرفره رو باشی فرفره بچه رو بده فرفره بچه رو بده آره اومدیم آکواریوم و بنیتا تجربه غارمون رو تعریف کن تونل وحشته رفتیم یه تونل وحشت منابین سوار بودیم که یه گوریل بود که داشت اینطوری گوریل نه گوریل و در آخرم یه دلقه که بیشوره ناخون 20 سانتیه پشمالی بیا فعلا چیزا رو ببینیم اینا رو و آقا دستش نرده ها بود و داشت جیغ میزد که یه دفعه چیز پشمالی من جیغ نزدم اون دستش خورد به هم جیغ زدم بنیتا در من وایسا کس نمیشتم اینجا که چی تو چی محفی الان صحیح پاشو بیا بقیه داستانمون تعریف کن یه چیز خورد به دست آوین که پشمالی بود آوین شروع کرد به جیغ زدن منم نگرم به پشت بود که یه دفعه از ترس پکیدم یه دلغک بود که ماسک زده بود و ناخونش تقریبا 20 سانت بود و هی بهم دست میزد و منم از ترس پای آوین رو گرفته بودم اون زیر آقا این رفته بود زیر اون چیزی که ما توش نشسته بودیم یعنی اونجا وای مردیم ما چیز زدیم بله دیدم آره دیدم دارم فیلم
کو ببینم لباسا رو ببینم بود کنم وای وای اینا رو نگاه. وای آدمه رو آوین لباساش هم پنگ کرده. نه تو آب نیست اما آسمون سوه. عمو سعید چرا باش بازی میکنی؟ آندی اونا رو ببین چه تو هم دیگه جای صدف جای ماهی بله مامان این بالا رو دیدی؟ مامان اینا رو این بالا دیدی؟ مادر من مسافران محترم اونایی که تایم بازدیدشون تموم شده بفرمایید خروجی. آقا اون بالا هم میشه رفت بابا اون بالا میشه رفت این بالا میشه بریم آره برو میای برو خودت برو برم جفتش یکیه وایسا تو از بگیرم ویدیوی بی صدا میفتم زمین سلام بنی به خدا به صورت تزریقی یا به عبارت تتو می باشد. بنی بیا میای راست میگه جیهوب آقا سنجا جیهوب مکنون جیهوب داره اینجا خیلی عرصلاندی آقا هیچ بوله آقا بیا آقا این تو پرنده هستا بنی تو پرنده است سلام بیا بریم بالا اون بالا یارم ببین پرنده رو شکل داشته باش خب ما بعد رفتیم بیرون با چیزی این پروانه رو ببین چه خوشگلن بالا یارم ببین خب بریم از اون بالا فیلم بگیریم بنی بیا چه خوبی داره از اینجا بری بالا
بوی آب، بوی خفگی سوختگی با بوی آب. ننو زنده است یا مرده؟ زنده. زنده از کجا فهمیدی؟ پنچه داره؟ حس میکنم پوستشه، آخه چشم نداره. بنی وای زدن. نه بابا خوش شدن، نمیبینی حرکت نمی کنم. الان یه سیبه میدون همای رحمته، نمیدونم چرا، ولی خب از اونجایی که شاهنامه خوندم اصلا قیافه همای رحمت رو یادم نمیاد. اصلا عکس بگیریم. این همون مار اون پایین بود و یه یارویی که اونجا داره کار میکنه. من الان دیدمش. ماره رو ببین آنتیا. بنی ببین این یارو اون تو اینا سنگ نمک کار میکنه. چرا منو هول میدی بچه؟ آنتیا بیا بابا. بله بالا چیزای تاریخی حالا فیلمشو گرفتم، عکسش هم دارم. ما تازه رفتیم الان اومدیم. هفته قصد چیه مگه؟ آره دیدم. نه اونو ندیدم. اوه بنی چیه؟ اینجا وایسی؟ نشینی؟ ادامه فیلم همدان گردیمون. ماشین دیشب وقت سوار نشد. شدیم. الان داریم میریم. چرا؟ تو بشینی؟ مامانم شاهنامه بیبی خیلی بیبیه. شاهنامه بابا رو بگی نرید. بریم بگردیم ببینیم اینجا چی همدان. هر چی ببینی واسه تن ها خب من توضیح بدم براتون راه الان خدایی نکرده ما رو اینجا که پیاده نمی‌کنی. نه پریش چرا خواهی می‌کنی. خدایی نکرده به خدا فکر کنم این ماشین پیاده بشیم. مثلا خودتو پیاده می‌کنی خودم با این ماشین. خب
اینجا تپه حکمتانه است. بریم بعدی. خوشیدن اینا بریم فوق بیشتر نگاش کنیم. بله. یادن اینا بریم فوق بگیم. اینا برقی هم اینگه شارژی هم داره؟ بله. بگیره ما نه اینا یه ماشین تو می آوردی شارژیه. نشستی تو ماشین تو ده برو که رفتی. سنگ یادن اینا بس صحرابی. یادم باشه عکس ماشین هم بذار. یعنی گل بریم. پا تیغ به چکر. بدبختی. یه رو وایسی اونجا تیغه رو داره در خودم بدانیم. مدل راهنما یادم اومد عکسشون این داری میره جنبه کلیش کنه راهنما رو هم نشیدیم بیان دنبال ما شانس نمیشه از پیاده رو بریم شانس نداریم لیدری هم نیمده بیا بیا به خدا به اسم آتنا برامد چی دارم آمده؟ اینو بگی بیا راست دم باهم چه بگی راهنمامون بیا نه آقای راهنما بیا تموم شد دیگه بیاین ما یه پچی آورد خدا داشته بشی ماشین نیامد خاطر تأخیر یه ذره بیشتر توضیح بدی دوباره ریزا چند روز بعدی ها هم بگو چیم کنی دست زنی داریم سلسله بعدی سوم میتونیم باشیم خوبم باید بگیم داستان داره داستان خیلی شیرین نمیده چی داری میگیری؟ دارم فیلم میگیرم نگیر به خاطر مرام معرفتش بوده پیاده شیم؟ اینم چیکار واقعا پیاده بله 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 سلام آره میدونم بیا بگو یاد چی افتادی؟ یاد کوکولو افتادم یه برو بچه جغله جگله که اونه خب اون جغله است تو هم جغله ای چون من کوچکتری بود یونگی بود آره یونگی بود دیگه رکرش کی بود نامجون بود آره دیگه رکرش کی بود خواهر تو من کجا باید بدونم شمیدم من تکیه که اینا رو به تو نگفتم من چه میدونم فیلم میگیری هنوز آره من هم دارم فیلم میگیرم کی گفته من قطع کردم میشه من قطع کنم بله هستیم داریم میایم بوفه حکمتانه قضیه چیست؟ من کجا بدونم باید بدونی من یه بار اومدم نه 100 بار اون از صنایع دستی چه خبر؟ بگو چه نمکدونی خریدی؟ عالی بگو دست این خانم دست آقای داره میپیچه برام صحیح پیچیده شد بیا قربونت برم بخوره دوره بگه نمیخواست یه دونه دیگه به من بده دادم آن بیا پرتقال هم به برید تا تو چی میخوریم؟ برید تا بابا چی میخوایی اینجا برداشت خب برید تا تو چی میخوریم؟ بذار من چیزی خوشگل دارم اونم گرفتم مثلا نرفتی
این هرجه تره جای بخرم از نژاد میشونه. اینو بگیر مادر من یه لحظه. خب اینو میخوای بخری؟ آره یه چیزی یه لحظه میخوام اینو ببینم. وای این چه خوشگلیه. مامان اینو ببین چه خوشگله. چی بخریم؟ اینو چنده؟ میخوای؟ آره خب من نمیخورم. حالا اینجا بیام چی می‌خوام؟ اومد. بریم کلیسا ببینیم. این کلیسا نمیدونم چی ببین تا جون میتونی اینو به خود بیاری تو بالا من ازت بگیرم من اینو بلند کنم. ببینیم چی؟ وضعیت اینه بدبخت. بریم میریم کلیسا ببینیم. دیدی تو هره بایستا بینم. باز من به خود باید اصراف کنم. چی؟ به خیلی چیزا باید به چه چیزایی؟ بگو چیزایی که مربوطه ته کجا؟ کلیسا هم ول نمی‌کنه خدایا. کجا باید بدونم؟ پیشخان همیشه تو معماری ایرانی هست. این قسمت رو بهش میگن پیشخان. نکن به سطح یا توی جاهای اروپایی بهش میگن هشتی. حتی اول کاروان صرافا هم هستش. دقیقاً. 3 سنگ یادبود اینجا داریم که برای مؤسس کلیسا و اون دوتا برای کشیش‌هاشون. این دوتا کلیسا هیچکدوم الان کلیسای فعالی نیستن که عبادت توشون صورت می‌گیره. ولی کلیسای فعال تو همدان داریم. کجاست؟ دور آرامگاه بعدی کلیسای حضرت رافائل که برای کاتولیک‌هاست. طرفه ساختمون شرکت میگه کلیسا. چه استعدادی؟ خب هستم. بابا را تو وایسا نشی بلند شو پیش ماهده آره دوست داشتم کلیسا رو ببینم. دوست داشتم کلیسا رو ببینم ولی کلیسای سفید اما اینم باز خودش خوبه. اینجا هم به مراسم برگزار میشه؟ نه با فعال نیست. فعال نیست ماما. عمه بیا بکن یه بار دیگه بکنم. ببین عمه جان عمه عزیزم عمه جانم اینجوری بیا بگم اومدیم. عمه جان عمه بیا من اینجا میشینم. تلفن ردیف سوم بنی بیا نه نمیم چرا وقتی میشه بازم گیرش سوال من اینه و سنگی هم
چی؟ Prince Edward Island dies November 6, 1917 at Hannibal. 35 years as a missionary of Christ in Persia. Missionary یعنی همون مبلغ. قبرستون کو؟ آبیم قبرستون رفتیم قبرستون صلیبم داره صلیب داره دارم میپرسم دارم صلیب نداره صلیب نداره الان میگیره سه خارج شدیم یعنی میریم یه جای دیگه مامان داریم کجا میریم؟ مادر من یم الان داریم کجا میریم؟ شارژش تموم میشه بیا دستو بده جان دلم جای دردم بیا آبین بیا دستو میگی با هم بریم بالا بریم 3 تا دیگه مونده 3 تا دیگه چی مونده؟ آبین به آندیا آها نه منو نگیر چی رو بگیرم؟ منظرم آندی بیا قبرستون کو هستن؟ من این صلیبه رو میخوام صلیبه نیست رستون که داره قبر نداره واقعا رستون داره قبر نداره قبرستون صحیح قبرستانه بیا بودو این چی بسخواه؟ الان داره ما رو دور میزنه از ما مزید آب گوش میده مرسی نمیز آب دوست داری اینطوری متانی که میگه کلاس 4 مادرتو دق دادی تا یاد بگیری همینجا بود ببخشید شما اصلا یواش تاریخ رو با من کار کردی دستانداز زیرپوش و منی که اول سال ازم پرسیدم درس مورد علاقه چیه گفتم تاریخ و جغرافی که بعد سر جغرافی افتیدم دقیقا منم درس مورد علاقه‌ام تاریخه شما رو چگونه تشخیص بدم همه این چیزا خوبه بس آره آبین الان شارژ این فیلم مامان شارژ تموم نمیشه نه شارژ حافظه گوشی تموم میشه تموم نمیشه مادر من چقدر عکس دارم حالا اون زیبایی چی نیست
بنتو هستی معلوم نمیداد مرگ آبپز و آره یه چیزی هم هست راستمون بساتون تو کپشن میرسم یه ربط دادیم به اعضا آره سرم کتیبای گنجنامه دلایلی هست که تو آلمان برای همه دنیا یه جور مقدس 70 کیلومتر ارزش پولش از 38 تا قله داره منم نذاشتیم بگیرم و غذاتی نه همه آقا سعید میگه سلام بکن خانم چادری ای وای فیلم داشتیم گرفتیم فیلم بگو از این حرکت از زایه سانسور میکنم زیاد میرم اینا رو بعدا خودم بشنم با کی میره من خبر آره کی میگه جنگ انداختی تو خونه ما راهنما در مورد یه اسکلت بود و اونو تو کپشن واسه خدا وکیلی خیلی خودم مثلا بگو الان بسه یکم فرصت کنی برم این بریم عکس بگیریم من همه عکس ها رو واسه تو میزم جای فیلم بگیم برنامه عوض شد تو کپشن نمیزیم یه اسکلتی بود پیرسینگ داشت پرسینگ است پیرسینگ ایزی لگن رو گیر کرد نه دادار رنگی شده تکام باسه اون چیزی که زدی ادامه خب پیرسینگ است دوتا آره بعد دوتا گفت مثل شبیه چیزی پیرسینگ نیست های یونگی نه مثل پیرسینگ بابا من اینو به تو نگفتم بخون 불 타오르네. نمیستم اینجا نمیگم کپشن نمیستم بدبخته رو دیت دادی بگو نه خیر عمرم من اصلا نمیگم تو کپشن خب به نمیستم من بگو نه به نمیشه من بگو من برو تو کپشن آپارات هم بخون وای آبی نکنه چی شد فهمیدی بالاخره نفهمیدی نکنه اجازه بابا چیزی که یارو ای خدایا بیخیال لطفا بیخیال اینو بدیم دستش دیگه دستش میگی بابا اسکو بدیم من چرا من فقط با خودت میرفتم خب منم بیخیال شید چی بذارم جالب نیست
برقصیم دیگه بابا مسئول تو هم کارتانه پاشو خواهرشی خجالت بکش خواهر بزرگشی پاشو